خوب که تاجیک در آینه دیده می شود، توی بدبخت در آینه هم دیده نمی شود. سلام بینندگان گرامی، روز شما بخیر باشد. پیش از اینکه صحبت را آغاز بکنم دوستان عزیز خواهش میکنم که این نوار را تماشا بکنین. Будет Никита Солонин, у него вообще я не представляю, где его уровень, а где мой уровень. Знаете, вроде он таджик, бойцам его... Ты что-то говорил там, таджик, не таджик, таджика в зеркале увидишь, понятно тебе? Помирец, вот так большими буквами, помирец, я помирец, запомни это навсегда. И слушай, давай принимай. وقتی که من این نوار را کشادم تماشا کردم، باور کن دوستای عزیز، عادی بگم همین پشمای تنم خیستن. آی نفرق نامرد میشید است. نخود تا این درجه مردک نامرد بشوه که در پیش دیگه ملت خود پس بزنه. این میگه که خوب ترجمه گپی را ما برای شما بفهمانم، شاید بعضی ها روسی خوب نمیفهمین یا اینکه میفهمین خوب متوجه نشدین. همون مشتن روسی برای نفر میگه که با فکر می تاجیک به دست میگن، اما ای در جواب میگه که تو گفتی که من تاجیک هستم و نیمکی هستم، من تاجیک نیستم، تو تاجیک در آینه میبینی. اما این نفر در جواب میگوید که در آینه نگاه بکو، در اوجا تاجیک میبینی. معنای گپو که خود تاجیک هستی، من تاجیک نیستم، نام من میگه با حرفای کلان ملت ما پامیرس نوشتگی هستک. من حیران میشم که هایی که نو امی آواستی را یاد میگیرن، با فکرم شنیده هستین خود در دهات زندگی کرده باشین. نه بی نخندیم آرام. مثل همون خروزایی که تازه آواستی را یاد میگیرند، ایرم کوشش کرد که خودش نشان بده که خب من دیگر نفر هستم، من ملتم دیگر هستک. خب این در حقیقت آدم عصباش خراب میکنه. خوش ما فکر نکنه که ما از ویدیوی این نفر خرسند هستم. راستی به خاطر پدپیسچیکا و به خاطر آبونه و مابونه و به خاطر اینا ما این ویدیو رو نکرده ایستم دوستای عزیز. برای هر یک ویدیوی میکنی نفر باید در پیش مردم جواب بده. خیلی ننگ ناموس در کاره که ناموست بخیزه، پگاهی صبح بخیزی که همین ویدیو را بکنی که همین خروز چوچه بفهمه که جای ایده کجا هستک. اون روزای گذشت که هر یک نفر میتونست که ما ملت ما را تحقیر بکنه. اون روزا گذشت. ملت ما در دوام جنگ شهروندی که داشتیم، این جنگی برادر کشی که ملت ما را زیاد از بین برد، این جنگ باعث شد که مردم ما در قفای کاروبارشان بشوند، در قفای خانه سازی و دیگر در فکر دیگر چیزا نکنند. اما وقت عوض شده. ملت تاجیک انشالله خودش گرفته ایستاده است. قدمت قبول میکنی قبول نمیکنی، ملت ما خودش گرفته ایستاده است. اما منم فرزند کوهستان هستم. منم مثل تو یک جا دارم. نمیگم که من فلانیم، از فلان جا هستم، نمیفهم ملت ما دیگر هستک. ما مردم کوهستان به هم دیگر اگر جنگ هم بکنیم، اما وقتی گپ درباره تاجیک بیایم و برای تاجیک انشالله حاضر هستیم که همه کارا بکنیم. اما امی خیلی خروس چوچه ها را من هیچ نمیفهمم. ما تاجیک نیست. ما ملت شما از کجا پیدا؟ شما قوم هستین. ما بخشش میپرسم. ما این گپا را بازید همه شما مردمی پامیر نمیگم. ما این گپا را بازید همون فرای میگم که خودشون میگن که ما ملت پامیریم، ما ملت هم دیگر. خب شما ملت نمیتونین باشین. شما یک قوم از تاجیک هستین. میگه دوستی خوب اما دوستی هسته که در روزی بدم با تو هستک، در روزی نیکم با تو هستک. اگر امی تاجیکستان نامدار میبود، امی تاجیکستان زور میبود، امی تاجیکستان پولدار میبود، هیچ وقت شما نمیگفتن که من پامیرس هستم دیگرش. میگفتن که من تاجیک هستم، از تاجیکستان هستم. منفعت جوی ها، بی‌ادبان. ما به دولت حاضره که چیکار به سر شما کرده دایی بارا گپ نمیزنم، اما حقیقت کار همی است که شما با مردم پامیر باید که هزارها سال شما مردم پامیر باید هزارها سال در حق امام اسماعیل سامانی نماز بخونین، دعا بکنین که امروز شما مثل اویغورها در چین نیستین و زبان شما را از دست نمیگیرن، دین شما را از دست نمیگیرن. شما امروز در بر یک برادر، شما امروز در بر ملت خود هستین. این چین با همان بزرگیش همیشه میخواست که مبارزه ببره بر ضد تاجیکان، اما
تشکر از امو تاجیکانی که مرز گذاشتن رفتن تا چین و نگذاشتن که شما در اوپره بمانین، امروز مثل اویغورها دست چینیا باشین. در وقتی که اسماعیل سامانی با شمشیرش با اسبش حرکت میکرد، در او وقت گپا دگه بدن. در او وقت نفر تاجیک میگو فخر میکرد. من همین نفری هستم دوستای عزیز. اینا نمیخوام تعریف کنم در پیش یگان کس که ای مرا خوب بدونن زور بدونن. نه دوستای عزیز، من یک نفر عادی فرزند یا ملت، خدمتگار یا ملت هستم. اگر ملتم بغوته با ملتم میغوتم، اگر که ملتم بالا بخیزه با ملتم بالا میخیزم. من به خدا قسم وقتی که میگم که تاجیک هستم فخر میکنم. تو امروز ننگ نام خود در پیش مردم ما بردی. امی ویدیویی که انشالله چاپ میشه، من باوری دارم که مردم ما این ویدیو را به تمام مردم میرسونه و مردم ما این ویدیو را تماشا میکنن و میبینن که کوهستانی چی گفته است و هیچ تاجیک دیگه در آینده از طرف ایت نمیخیزه. هیچ تاجیک نمیگه که تو زدی. هیچ تاجیک ایت در زمانی که میتونستی که ملت خود تأخیر نکنی، تو پامیری هستی، تو قوراگی هستی، آخه میتونستی که تو همین ملت تاجیک دست نزنی، نمیگفتی ملت تاجیک اون گپی بعد او کار اخته میکردی. پامیرس میگفتی با والله قسم ای، قوریس میگفتی من کاردارت نبودم. اما وقتی که اهانت به ملتی من میکنی، وقتی که تو در نمکدان توف میکنی، من مجبور هستم که بر ضد تو نو چوجه خروز گپ بزنم. و هر یک نفری که خودش میگه که ما ملتم پامیر است، پامیری است، که دیگه اصلا خطا میکنن. شما ملت نیستین، شما یک قوم هستین و ایره همه نفرا میدونن. من فرزند کوهستان هستم، من همین مردم پامیر از میشناسم، اما همین خیلی خروز شجاع را من نو دیده ایستادم. از چی شما فخر میکنین؟ عصر 21 شد، مردم در اینوات و پیشرفت و حرکت هستن. شما حالیم من ملتم است که من ملتم است که آزاد فکر هستی، اما توهین چرا به ملتی ما میکنی؟ خب ما با تو کاردار نیستیم، تو برو از قفای زندگیت بشه. ما ملت تاجیک با والله قسم ای با تو نیاز نداریم. این ملت الله سبحانه و تعالی امی خیل کردگی که این ملت تا آخر دنیا را میمونه و این ملت همیشه انشاءالله که پیروز خواهد شد. این ملت خداوند احترام دادگی، این ملت پیامبرش احترام دادگی، این ملت خداوند احترام دادگی. در وقتی که عالم های بخارا، در وقتی که عالم های تاجیک کتاب می نویستن، فرهنگ می گفتن، علم می گفتن، پیشرفت می گفتن، تو واره خروسچاجه ها نبدن. اما ما باوری دارم با آینده نیکی تاجیکا، ما باوری دارم که یک روز می شود که ملت ما انشاءالله باز هم می خیزد و باز هم می فهمد که کی هستک. من چرا این نفر را می خواهم جواب بگویم؟ چرا می خواهم درباره این انسان صحبت بکنم؟ چون دوستان عزیز در حقیقت این به احترامی است. خب خود ملتی هم میگیریم، پامیری میگیری، برم ملت پامیری باش. چون با ملتی ما چه تحقیر میکنی؟ خیلی 4 مرد تاجیک با والله در مسکو باشه، فیرادت میکنه، مجبورت میکنه تا در پیش خلق تاجیک بخشش بپرسی دیگه گیه خوردگی تا نخری. بخشش برادر دوستای عزیز، من احساسی هستم. چون که لایق شیرالی میفرمایه، میگه که وطن امروز ما فردای ماست. وطن هم امروز ما است، فردای ما است. و هر یک نفری که زبانش دراز میکنه و بزیدی ملت گپ میزنه، ما انشالله دایهای ملت، نفرانی که گپ در هم جای حقیقت میگیم برای او میگیم. با خدا فرق نداره چی پرزیدنت است، چی پرکرارت است، چی باکسیارت هستی، چی تروریست هستی، هر یک نفرت که باشی با والله حقیقت درود میگم. امروز هر یک نفر خودش زور و نازور میگیره. امروز هر یک نفر میخواد برای ما نشان بده که او کی است. با والله هیچ که هستی. یه حقیقت بگمت که خروسچوجه خودت هیچ که هستی. من همیشه بزیدی قومگرای هستم. بله من ملتگرا هستم، من ملت ما دوست میدارم، اما بزیدی هم قومکای هستم که در داخل یک تشخیص پامیری میگه، یک تشخیص کلابی میگه، یک تشخیص غرمی میگه. آخه سری قورت تو در خارجه تاجیک هستی. خب در کشورت که همه ریدی که در دیگه کشور، خب در کشورت که اختا پامیری و نمیدونم کلابی و غرمی میگیری، خب در بیرون کشور تو تاجیک هستی. با زبان حالم روس برات میگه که تو تاجیک هستی، چون ملت تو تاجیک هستک. من به خدا قسم است بچونین نفرایی که باز در ملت ما هستن میشرمم از آن همان نفرایی که میخواهن آب لای بکنن و ماهی بگیرن، اما در آب صاف زورشان نمیرسن ماهی بگیرن. تو همون پیسته بی مغز هستی. میگه کو
اگر پیسته بی مغز زبان وا کند رسوا شود. تو همون پیسته بی مغز هستی به خدا قسم. اگر هرچند که خدا نشان بدی کی هستی کی رم نیستی، تو هیچ که هستی. من برای تیره به خوبی میگم که انشالله بعد برآمدن همین نوار قدری تو در پایون یک تنگه دیگر یک تنگه هم نمیگیرند. تو فکر میکنی روسا با تو احترام میگذارن؟ در جایی که برای ملت خودت خوبی بگوی، در جایی که بگوی که بله من تاجیک هستم، تو چی گپ داری؟ نه من تاجیک نیستم، تو تاجیک در آینه میبینی. خوب که تاجیک در آینه دیده میشوه، توی بدبخت در آینه هم دیده نمیشوه. خوب تاجیک تازه است که در آینه دیدش میشوه، چون نورانی استک، زیباستک. اما تو را در آینه هم دیدت نمیشوه، چون چشمای تو کور استک. دوستای عزیز، فرزندای ملت، من همیشه بر ضد قومگرایی هستم. من همیشه بر ضد نفرانی هستم که میگن که کلابی و پامیری و دگر هستیم. اما این سخنایی که من زدم هر یک نفر مثل همون دیوار آوکش برای خودش نکشش. من برای همین نفرای مثل همین نفر گفته ایستادم که هر یک نفر میگه که ملت ما پامیری است او دروغ میگه. از پامیری های افغانستان باموزین. من صدها بار اونا را دیدم. همیشه میگن که قوم اینا افغانستانی هستن. اما شما اگر در یک جایی که رفتین خود دیگه دیدین تمام باید که ملت اقوام نمیفهم فرقیت شما از ما بهتر است. خواهیم فرقیت خود نشان بدین. خب در دوام میگین شما که ما پامیر هستیم دیگه هستیم. همیشه شما در دوام 100 سال چی ساختین که شما قدرتون باید از تاجیک بالاتر باشه؟ پامیر گفتن یک شان باشه و تاجیک گفتن نه. پامیر این نام یک منطقه است. پامیر یک ملت نیست. پامیری و دیگر شما ملت نیستین، شما یک قوم هستین. من خواهش میکنم که گپی ما برای شما دوستای عزیز سخت نرسه. من فرزند کوهستان هستم، ما هم قوم داریم، ما هم لهجه خود داریم، اما هیچ وقت ما از تاجیکی من دست نمیکشیم. ما تاجیک هستیم، ما فرزند این ملت هستیم. در کجایی که زندگی نمیکنیم. شما امروز خودم میگین که نمیفهمم از ما بالاتر میگین. خوش و هم فرقیتی خود برای ما نشان بدین. من فرزند ملت هستم و هر یک نفری که در کانال من هست این باید بدونه که من به فایده اون نفر هستم. خدا نگهدار.